سلام به همه دوستای عزیز زمینیم. به کانال رنگ خدا خوش اومدین. همین اول ویدیو میخوام به 2 مطلب اشاره بکنم. مورد اول این که من سالیان سال، شاید بیشتر از 20 سال هست که خارج از کشور زندگی میکنم و برای همین میخوام ازتون معذرت خواهی بکنم اگر که از کلمات و جمله های عامیانه استفاده می کنم، چون زبون زیبای فارسی رو من در طی 20 سال گذشته زیاد استفاده نکردم و برای همین هست که کمی فکر می کنم تا جملات رو به فارسی برای شما ترجمه بکنم. دومین مطلبی که میخواستم بهش اشاره بکنم این هستش که من در طی این چند ساله یکی از دانشجوهای اکتیو دکتر جو دیسپنزا هستم. یکی از ادوانس استودنت ها هستم که خیلی از ایونت ها و ورکشاپ های لایف جو دیسپنزا رو رفته و شرکت کرده و درس هاشو سالیان سال یاد گرفته. من حتی توی گروه هایی هستم که توسط انرژی درمانی مردم دیگر رو شفا میدن و کمک میکنن برای نجات بدنشون از انواع اقسام بیماری های مختلف. برای همین خیلی خوشحال میشم اگه که نظرات و پیشنهاداتتون رو برای من توی کامنت بذارین. اگه که این ویدیوهای من تأثیر مثبتی توی زندگیاتون داره، لطفاً با دوستاتون، با فامیلتون شیر بکنین، چون بعد از اینکه گروهمون بزرگتر بشه من میخوام براتون لایف بذارم و اینکه از ایونت ها و ورکشاپ های لایفی که میرم توی کشورهای مختلف براتون ویدیو پخش بکنم و شما رو در جریان همه مطالب بذارم. همون جوری که توی پارت 1 و 2 براتون تعریف کردم که چجوری زبان انگلیسی رو از میدان کوانتومی در عرض 1 دقیقه یا شاید کمتر دانلود کردم، شروع کردم به انجام دادن کلاس های دکتر جو، همش به صورت آنلاین توی یوتیوب و به صورت مجانی. من 24 ساعته ویدیوهای دکتر جو رو گوش می کردم و مو به موی درسایی رو که میداد همه رو توی زندگیم اجرا می کردم. 3 بار در روز همون جوری که براتون گفتم مدیتیشن میکردم، چون دکتر جو به ما یاد میده که 2 بار در به سمت این میدان کوانتومی باز هستش. 1 بار صبح قبل از اینکه ما از خواب بیدار بشیم کاملا مغزمون آمادگی کامل دریافت و پروگرام دادن جدید رو داره به خودش و اون ساعت 4:30 صبح هست که مواد داخل مغزمون در حالتی قرار میگیره که میتونی دوباره از نو بهش پروگرام بدید و دومین بار زمانی هستش که قبل از خوابه و اون زمانی که ما خیلی خسته هستیم و ما اون زمان با مدیتیشن کردن امواج مغزیمون رو به حدی پایین میاریم که بین خواب و بیداری میمونیم و میتونیم با قدرت تصورسازی و تنظیم نفسمون ضربان قلب و مغزمون رو در حدی هماهنگ بکنیم که تمام خواسته هامون رو منیفست بکنیم. من توی ویدیوهای بعدی شروع میکنم همه اینا رو استپ بای استپ بهتون درس میدم که چجوری از کجا شروع کردم و شما چطور باید اینو شروع بکنین. ولی اول از هر چیزی تو این ویدیو میخوام باهاتون در مورد این صحبت کنم، همون جوری که بهتون قول دادم. بعد از اینکه من شروع کردم به مدیتیشن دائمی 3 بار در روز، همون جوری که توی کتابش نوشته و همون جوری که توی ویدیوهاش و اینترویوهاش برامون توضیح میده و تمرین نفسی که اونم بهتون توی ویدیوهای بعدی یاد میدم، تونستم انرژی رو از انرژی سنتر شماره 1 که خیلی از ایرانی ها من شنیدم بهش میگن چاکرا، ولی دکتر جو حتما بهش میگه انرژی سنتر، چون که هر کدوم از این سنترها برای خودشون، این نقاط برای خودشون مغز فکری خودشون رو دارن و آدم میتونه اونا رو پروگرام بده و طراحی جدید بکنه.
تونستم که انرژی رو از اونجا به مغزم بیارم و اون حافظه کوتاه مدتم رو که از دست داده بودم دوباره برگردونم. و وقتی که تمرکزم دوباره برگشت، یک نوری در داخل مغز من ایجاد شد که من میتونستم اینو با چشمای بسته ببینم و حس بکنم و میدونستم در اون زمان که من شفای کامل پیدا کردم. طولی نکشید که سرفه هایی که بعد از 3 ماه داخل ریم بود و خوابی که ازم گرفته بود و تمام این که قدرت تفکرم رو ازم گرفته بود و تمرکزم رو ازم گرفته بود، همش برگشت سر جاش و میتونستم دوباره همه چیز رو یادآوری بکنم. بله دوستان عزیزم، ما یه موجودات انقدر قدرتمندی هستیم ولی خودمون خبر نداریم. طولی نکشید که من متوجه شدم، همینجور که دارم ویدیوها رو نگاه میکنم در حال غذا خوردن بودم. دوباره شروع کردم به غذا خوردن، به نوشیدن آب و اینطوری بود که دوباره تمام اون ویتامین ها و پروتئین هایی رو که از دست داده بودم که باعث ریزش شدید موی من شده بود و حالت کچلی کامل وسط مغز سر من بود که من از اون یک عکسی تهیه کردم و این عکس رو برای خود ارگانیزیشن دکتر جو هم فرستادم. عکس قبل و بعد از مدیتیشن که من بعد از 2 ماه مدت شبانه روزی تمرین کردن این درسایی که دکتر جو داد دوباره باعث رویش موهای من شد و 6 ماه بعد من دوباره موهامو کامل، اون قسمت گنده کچلی دوباره کامل پر از مو شد. همینجور که درست متوجه شدین و حد زدین، من در این زمان خیلی وقت داشتم که درس‌ها رو بخونم، کتاب‌ها رو بخونم، ویدیوها رو نگاه کنم و خیلی مدیتیت بکنم. دلیلش هم این بود که من کار قبلیمو خوشبختانه از دست دادم. بعد از این که من 3 ماه تموم مریض بودم و به کارم نتونستم برگردم، صاحب کار قبلی منو از کار بیرون کرد. و بعد از اینکه من سلامتی کاملم رو به دست آوردم و میتونستم هفته بعد از اولین مدیتیشن هایی که کرده بودم میتونستم دوباره شبا 3 الی 4 ساعت بخوابم و سلامتی و بهبودی خودم رو داشتم کم کم به دست می آوردم و کارم رو از دست دادم. این بود که من فهمیدم که اینجا خدا میخواد یه چیز جدید رو دوباره توی زندگی من عوض کنه. یه چنج داره تو زندگی من ایجاد میشه برای اینکه من به یک مرحله بعدی زندگی برم. من با کار قبلیم خیلی درد سر داشتم. با آدمایی کار میکردم که هر روز منو شکنجه روحی و روانی و اعصابی میکردن و هیچ وقت خوشبخت نبودم، ولی هیچ وقت حاضر نبودم که کارم رو ول بکنم، چون همیشه دنیای کوچیک من فکر میکرد که اگه من این کار رو از دست بدم، اون بیرون هیچ چیز دیگه واسه من نیست، که به این میگن ترس‌های آینده، که اینم بعداً توی ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم که من اینو چجوری تونستم از خودم دور بکنم. همزمان با این که سلامتی خودم رو داشتم روش کار میکردم، با متد جو دیسپنزا تلاش کردم که کار جدیدم رو که فقط وقت داشتم 6 هفته پیدا بکنم منیفست کردم. اینطوری که توی کتابش توضیح داده که تو 2 تا دایره میکشی به صورتی که وسط دایره ها به همدیگه وصل هستن. این ویدیو شاید یکم طولانی تر بشه ولی من اینو میخوام براتون توضیح بدم. اون وسط دایره ها نمادی از اتم هستن که به همدیگه وصل هستش. بعدها براتون عکسایی رو میفرستم که بتونین ببینین. اون وسط من کلمه جیب واسه جاب نوشتم و سمت راست کاغذ تمام مشخصاتی که دوست داشتم همکارام و صاحب کارم داشته باشن و همه رو نوشتم و با تمام جزئیات کامل که مثلا دوست داشتم صاحب کارای من مرد باشن نه خانوم باشن و همکارام همه خانوم و آقا قاطی باشن
و اینکه چقدر فاصله بین خونه من تا اون سر کارم هستش و من از وسیله نقلیه عمومی استفاده میکنم نه از ماشین خودم و تمامی جزئیات دیگه‌ای رو که همیشه دلم میخواست نوشتم و حتی روی اون کاغذ مبلغ کاملا مشخصی رو برای مبلغ حقوقیم نوشتم. سمت چپ کاغذ تمام احساساتتون رو می نویسین. کم کم 4 تا احساسات رو باید سمت چپ کاغذ بنویسین که چه احساسی من دارم. با تمام وجودم از ته قلبم احساس کردم که چه احساسی دارم که وقتی من این کار رو جذب کردم و به خودم اینو نشون دادم با چشمای بسته با چشمای باز که چه احساسی داره و اونو تونستم احساس کنم با تمام ذره ذره وجودم و دنبال کار میگشتم و طولی نکشید که من در عرض همین 6 هفته که فقط پول کافی داشتم که زندگیمو بگذرونم کار جدیدم رو پیدا کردم که توی ویدیوهای بعدی براتون قسمت بعدی رو توضیح میدم. تا ویدیوهای بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. I am sending you my angel love.